ثانيا ويشترط في المعقود عليه في البيع من ثمن أو مثمن أن يكون مقدورا على تسليمه لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه. و این چنین یکی از شرط ها در درست شدن خرید و فروش در آن چیزی که عقد بالای او اجرا میشد، یعنی در عین مبیع خواه پول باشد، خواه مثمن، خواه مال باشد، ان یکون مقدورا علی تسلیمه، تسلیمش مقدور باشد، یعنی امکانیتی سپاریدن به دست فروشنده یا خریدار اجازت باشد، یعنی به دست قپیده شود. لأن ما لا یقدر علی تسلیم، چون آن چیزی که به سپاریدنش انسان قدرت ندارد او مانند چیزی نبوده است، اگرچه در روبروی چشم ایستاده است. این خرید و فروش نادرست است. فلم یصح بیع عبد عابق، جایز نیست فروختن غلامی که گریخت است. یک غلام شما گریخت، او در یک 500 متر گریخته ایستاده است، شما میگید که همین غلام به تو فروختم، اون آدم میگه که خریدم به فلان پول. این جایز نیست، برای آنکه آیا دسترس میشد یا نه، آیا دستگیر میکند یا نه غلامی که گریخت. ولا بیع جمل شارد، یا یک شتر گریخت، شتر از صاحبش گریخت، صاحبش میگه که به یک آدم همون شتر را برای تو فروختم به فلان مقدار، او میگه که خریدم. این عقد نادرست است. ولا طیر فی الهوا، یک آدم پرنده در هوا میفروشد، میگه که این پرنده که در هوا میبینی به $100 برای تو فروختم، نادرست است.